أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین در حدیث 517 رسیدیم که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 517 این حدیث رو روایت کرده میگوید وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، یعنی از ابو عبدالله جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت بعثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه که فرستاد ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امر علینا ابا عبیده، یعنی امیر قرار داد، امیر منگردانید علینا بر بالای ما، میگه ابو عبیده را میگه امیر ما قرار داد. نتلقا عیرا لقریشین، یعنی که روپرو میشیدیم ما با کاروانی که از قریشی ها بود، یعنی که برای روپرو شدن با کاروان از قریشی ها میگه ما را فرستاد. امیر من ابو عبیده بود. و زودنا جرابا من تمر لم یجد لنا غیره، و زودنا یعنی که توشه سفر برای ما داد، یعنی که خوراک سفر برای در راه استفاده بردن میگه برای ما داد. جرابا من تمرین، یعنی یک جراب از خرما، بگیم یک خلطه یا که یک خرجین، بگیم یک اندازه جراب، بگیم یک قابچه برای بگیم از خرما میگه برای ما توشه راه داد. لم یجد لنا غیره، پیدا نکرد برای ما میگه غیرشه، یعنی نبود برای ما دیگر غیر خرما چیزی دیگری که ما برای ما بگیریم، فقط همون خرما بود که رسول الله میگه برای ما داد. فکان ابو عبیده رضی الله عنه یعطینا تمرة، پس میگه بود ابو عبیده رضی الله عنه یعطینا تمرة، یعنی میداد ما رو میگه یک دانه ای میگه از همون خرما میدادگمون. فقیل، پس گفته شد، پس کسی وقتی گفت که در سفر یک خرمایی من میداد، پس کسی سوال کرد که کیف کنتم تصنعون بها، یعنی چیکار میکردید بها، یعنی که به همون یک دانه خرما. کیف کنتم تصنعون، یعنی چیکار میکردید شما بها به همون یک دانه خرما. یک دانه خرما رو یعنی چی خیل استفاده میبردید. قال، خب ابو عبیده گفت که نمسها کما یمس الصبی، یعنی نمسها یعنی میمکیدیم همون یک دانه خرما رو، کما یمس الصبی، چی طوری که میمکد کودک، چی طوری که کودک پیستون مادرش میمکد، میگم ما یک دانه خرما رو انمی طور میمکیدیم. ثم نشرب علیها من الماء، پس یعنی بعد از مکیدن میگم می نوشیدیم از بالای آن از آب، یعنی از بالای بعد از نوشیدن میگم مکیدن آن خرما از بالاش آب می نوشیدیم. فتکفینا یومنا الی اللیل، پس کافی بود میگه همین یک دانه خرما. فتکفینا یعنی کفایه میکرد ما رو همین یک دانه خرما. یومنا یعنی همون یک روزمان رو الی اللیل تا شبمان، یعنی در یک سوتکه همین یک دانه خرما برای ما کافی بود میگه. یک دانه خرما رو میخوردیم امروز، همین قطعی باز فردا. و کنا نضرب بعصینا الخبطا، و بودیم ما میگه و کنا یعنی بودیم ما نضرب یعنی میزدیم بعصینا با چوب هایی که در دست من داشتیم، تیاقایی که میگه در دست من داشتیم، الخبطا یعنی که درخت، برگای درخت رو میزدیم میگه، یعنی برگای درخت رو میزدیم میریزوندیم. ثم نبله بالماء فناکله، پس میگه نبله یعنی که اون را تر میکردیم، نرم بگیم آبش میچوشیدیم که تر شود. بالماء یعنی ترش میکردیم با آب. فناکله، پس میگه ما از اون میخوردیم. پیشتر که گوه کنو نضرب بعصین الخبطه، خبط بگیم برگی که از درخت میریزد امو را خبط میگن، فهمون. خب قال،
باز ابو عبیده گفت که و انطلقنا علی ساحل البحر، و انطلقنا علی ساحل البحر یعنی رفتیم ما یک جا میگه قطعی همین قومی که بودیم در لب بحر، ساحل بحر، در لب بحر در میگه رفتیم. فرفع لنا علی ساحل البحر که هیئت الکثیب الضخمی، پس میگه فرفع پس نمایان شد، فرفع یعنی بلند شد، یعنی نمایان شد، یعنی دیدیم ما علی ساحل البحر یعنی که در ساحل بحر، یعنی که در لب بحر، که هیئت الکثیب الضخمی، به مثل هیئتی، به مثل هیئت یعنی به مثل یک توده، به مثل یک توپی، کثیبی، کثیب یعنی ریگ، توپی ریگی ضخم یعنی بزرگ، یعنی یک توپ ریگ بزرگ برای میگه چیزی بزرگ میگه در پیشمون نمایان شد، یعنی در پیشمون دیدیم. فاتیناه، پس میگه ما نزدش رفتیم، ما به نزد اون توپ کلانه که دیدیم میگه نزدش رفتیم. فاذا هی دابتون، پس ناگهان میگه دیدیم که وای دابه بوده است، یعنی چاروای بوده است، میگم یک مخلوق بوده است که تدعى العنبر، یعنی نامیده میشد اون رو عنبر، یعنی ماهی عنبر بود میگه، یعنی میگه ماهی کلان برآمده در لب بحر بود میگه، و نامش عنبر بود میگه. فقال ابو عبیده، پس میگه ابو عبیده گفت میتتون، گفت که حکمش حکم میته است، یعنی حرام است. وقتی که دیده میگه مرده خواب است همون ماهی، میگه گفت که میته است، یعنی حکمش حرام است. ثم قال لا، با کمتر بعد میگه گفت که نه، یعنی میته نیست. بل نحن رسول رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سبیل الله، گفت که نه بلکه ما فرستاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم، و فی سبیل الله ما گفت در راه الله هستیم. و قد اضطررتم فکلوا، گفت واقعا اضطرار و ناچاری براتون پیش آمدگی هست، یعنی در حالت ناچاری هستید، فکلوا، پس گفت از این بخورید. یعنی که ابو عبیده همینطور خودش حکم کرد که در حالت ناچاری هستیم، پس از همین ماهی کلان استفاده میبریم، پس گفت فکلوا، بخورید. فاقمنا علیه شهرا، پس میگه اقامت کردیم بر اون میگه یک ماه، یعنی زندگی کردیم در پیش همون، یعنی که از همون استفاده بردیم، میگه یک ماه میگه کلان بود، میگه که ما یک ماه استفاده بردیم. و نحن 300، یعنی ما 15 نفر نه، ما 300 نفر بودیم، میگه 300 نفر یک ماه از آن همون گوشت ماهی میگه اقمنا، زندگی برپا کردیم و روزیمون قرار دادیمش. حتی سمیننا، به اندازه شد میگه که ما فربیه شدیم، یعنی که گوشت ماهی خورده میگه سمیننا، یعنی فربیه شدیم. ولقد رأیتنا نغترف من وقب عینه بالقلال دهنه، ولقد رأیتنا یعنی واقعا به چشم خودم دیدم، ولقد رأیتنا یعنی واقعا به چشم خودم دیدم، میگه یعنی که بیا دارم، یعنی که خودم به چشمانم دیدم که نغترف من وقب عینه، نغترف یعنی میگرفتیم، غرفه میزدیم، میگیم زده میگرفتیم از وقب عین، یعنی که از همون شکافی چشمانش، از جای چشمانش، میگه از همون چقریه که جای چشمانش هست، میگه بالقلالی، با بگیم ستل بری یا که با استکان ها بری، بگیم خیلی چیزها قطعی میگه میزدیم، دهن میگرفتیم، یعنی روغنش میگرفتیم، میگه یعنی همین قدر کلانه بود، میگه که از همون جای چشماش ما میزدیم روغناش میگرفتیم. نغترف یعنی که غرفه میزدیم، یعنی که چی کرده از داخل اون روغن میگرفتیم. و نقطع منه الفدر كثور او كقدر الثور، و نقطع منه القدر فدر، و میگه قطع میکرده، یعنی میبریده، میگه از همون ماهی، از همون عنبر، ماهی عنبر، الفدر یعنی یک قطعه های را، فهمو؟ یعنی که بگیم قطعه را میبریدیم، کثوری، هر یک قطعه بریدگی ما میگه به مثل یک بقه بود، میگه به مثل یک گاو، به مثل یک گاو برای قطعه میبریم. او که قدر ثور، یا به اندازه یک گاو بود، میگه یعنی که به مثل یک گاو یا به اندازه یک گاو بود، میگه همون
قطعایی که ما میبریدیم از اون ماهی گوشت میگرفتیم. ولقد اخذ منا ابو عبیده 13 رجلا فاقعدهم في وقب عینه. و واقعا میگه گرفت از بین ما، میگه ابو عبیده 13 مرد رو میگه ابو هریره اختیار کرد و گرفت فاقعدهم فی وقب عینه. پس 13 کس میگه شنانید در شکافی چشمان همون ماهی، یعنی که 13 نفر جا گرفت. همین قبل بگیم چشمانش کلام بوده است که 13 نفر فقط در چشم اون ماهی جا گرفته است. و اخذ ضلعا من اضلاعه فاقامها ثم رحل اعظم بعیر معنا فمر من تحتها. و اخذ و میگه گرفت ابو عبیده رضی الله عنه ضلعا من اضلاعه، یعنی که دندان کرسی از دندانهای کرسیش، یعنی دندانهای پهلویش از دندانهای بری دهن ماهی را میگه یکی از دندانهای بری دهن ماهی را میگه گرفت فاقامها، پس میگه او را راستش کرد، چخت مان میگه همون دندانه. ثم رحل اعظم بعیر معنا، پس میگه رحل اعظم یعنی که زین کرد، یعنی که بگم همون چیزایی که در بالای شتر بار میکنن، همون زین بگم در خط تقوم میگن چی بگم، خلاص همون چیزایی که برای سارشوی است کو میگه انا همون را در بگم زین کرد، همون بزرگترین بعیر را، یعنی کلانترین شتر را، شتری که همراه ما بود، میگه فمر من تحتها، انا همون بزرگترین شتر میگه ای تحت، یعنی همون دندان گذشت، یعنی همین قدر دندان کلانه که ای تحتش میگه شتر، بعد راز کرده میگه ای تحتش شتر گذشتک. و تزودنا من لحمه و شائقه، و تزودنا یعنی که توشه راه گرفتیم، میگه و تزودنا یعنی توشه راه گرفتیم ما من لحمی از گوشت همون ماهی، میگه و شائقه یعنی خوش کردگی، یعنی که از همون ما گرفتیم و گوشت را بریده خوش کرده برای سفر که در راه استفاده میبریم، گفته میگه برای سفرمون گرفتیم، یا ما خوردیم میگه باز برای سفرمون گوشت گرفتیم. و شایق یعنی گوشتی که خوش کرده میشود برای سفر، و مثل اینجا بگیم گوشت بریان ده که و شایق گوشت بریان کرده بگیم برای سفر گرفتیم. فلما قدمنا المدینه، پس زمانی که میگه ما مدینه آمدیم، در مدینه رسیدیم، میگه اتینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه آمدیم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نزد پیغمبر رفتیم، میگه فذکرنا ذلک له، پس ذکر کردیم، بازگو کردیم و قصه کردیم، میگه ذالک امین قصه که پیشتر گذشت، یعنی امین ماجرایی که شیده گذشت، میگه ماهی را میگه برای پیغمبر میگه بازگو و قصه کردیم، میگه فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هو رزق اخرجه الله لكم، میگه گفت اون رزقی است که بیرون کرده از غیر الله سبحانه و تعالی برای شما، یعنی اون رزق شما است، الله سبحانه و تعالی اون را برای شما بیرون کرد. فهل معکم من لحمه شیء، پس میگه پیغمبر گفت که آیا همراه شما از گوشت همون ماهی چیزی هست؟ از گوشت همون ماهی چیزی هست؟ فتطعمونا، پس بدهید برای ما، یعنی اطعام کنید ما را، برای ما بدهید از همون گوشت. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتک، میگه فارسلنا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم منه، پس میگه فرستادیم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از گوشت همون ماهی، فاکله، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن گوشت رو میگه خورد، یعنی گوشت همون ماهی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تناول کرد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. خب این است حدیث طولانی در این باب و این قصه این ماهی. خب بعد از این حدیث 518، در حدیث 518 امام نووی رحمه الله میگوید و عن اسماء بنت یزید رضی الله عنها قالت، یعنی که از اسماء دختر یزید رضی الله عنها روایت است که گفت، اسماء بنت یزید رضی الله عنها میگه گفت که کان کم قمیص رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الرسغ، میگه بود
آستین پیراهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بند دستش الى رسغی، یعنی تا بند دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. میگه آستین پیراهن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که این باب گرفته ما شما درباره کمبغلی و نداری که هست، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور کرته فقیرانه استفاده می برد. رواه ابو داود و ترمذی، روایت کرده است این حدیث را ابو داود و ترمذی، و قال حدیث حسن، و امام ترمذی گفتگی است که حدیث حسن است. خب بعد از این حدیث 519، حدیث 519 ماشاءالله خیلی طولانی است. این را انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم. این است انشاءالله درس امروزمون و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.